وزارت مدافع تاجیکستان روز 2 ایون سال 2023 از انجام دعوت باوری شهروندان سالهای تولدشان 1996 و 2005 خبر داد و گفت دعوت باوری به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان از 1 اپریل تا 31 می ادامه یافته و اینک به انجام رسید. مرکز مطبوعات وزارت مدافع گفت مسئولین کمیسیه‌های دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های حدود منطقه رشت علکه در روز نخستین دعوت باوری و 4 ناحیه پایتخت شهر دوشنبه تا آخر ماه اپریل نقشه پیش بینی شده را 100% اجرا کرده تا 31 ماه سال 2023 ولایت سوخت، ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری نیز از اجرا شدن نقشه خود گزارش دادند. وزارت مدافع در اطلاعیه‌اش از زیاد شدن شماره جوان پسران متین اراده و وطن دوست که برابر گرفتن اولین دعوتنامه کمیسریات‌های حربی شهر و ناحیه‌ها اختیاراً به کمیسیه‌های دعوت حاضر می‌شوند ستایش کرده است، ولی می‌افزاید وزارت مدافع با وجود پیشروی‌های نظررس در این سمت بودن شهروندانی که بعد گرفتن دعوتنامه کمیسریات‌های حربی به سبب‌های عذرناک به کمیسیه‌های دعوتی حاضر نشدند که این حال رویخط آنها ترتیب داده شده به مقامات دخلدار ارسال کرده شده است و نسبت به چنین جوان پسران چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. قانونگذاری تاجیکستان برای سرکشی از خدمت حربی جوابگری جنایی و تا چند سال حکم زندان را پیش بینی می کند. هر سال در تاجیکستان دعوت و گسیل شهروندان جنس مرد از 8 تا 27 ساله به خدمت حربی در 2 موسم جریان می گیرد. دعوت بهاری شهروندان به صف ارتش ملی از 1 اپریل آغاز گردیده تا آخر ماه می ادامه می یابد و دعوت تیرماهی از اول ماه اکتبر شروع گردیده در آخر ماه نوامبر به انجام می رسد. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابلاغ یا احاطه‌گیری جریان می گیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. همین طور مقامات گاه‌ها والدان جوانان دعوت شونده را که در مردکاری در روسیه اند گروگان می‌گیرند و تنها بعد بازگشت فرزندشان جواب می‌دهند. در جامعه چنین شیوه‌های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم می‌کنند و می‌گویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوب کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند.